برای حمایت ما لطفاً چینل ما را سابسکرایب نمایید. سوال اول از عبدالکریم است از پونای هند. زکات فطر به معنای چی است و آیا می توانیم که آن را به هر شخص فقیر بدهیم و می توانیم که هر قدر که بخواهیم تقدیم کنیم؟ سوال دوم همچنان همین قسم است از طرف محمد سعید از گانا. بهترین وقت برای زکات فطر کدام وقت است؟ زکات فطر به معنای این است که زکات واژه عربی است که به معنای پاکسازی است و فطر به معنای شکستن روزه است. بنابراین زکات فطر به معنای این است که پاکسازی افطار روزه. این را باید که هر مسلمان بدهد مگر اینکه او به نهایت فقیر باشد یا مسکین یا بدون تدارکات باشد. محبوب ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است که یک سه گندم و یا دانه گندم را برای 2 نفر بدهید، بنابراین برای 1 نفر نیم سه می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که 1 سه خرما و یا جو برای 1 نفر بدهید، 1 سه تقریبا 3 کیلو می شود. بنابراین زکات الفطر برای 1 شخص 1.5 کیلو گندم می باشد و یا 3 کیلو خرما، جو، اوتس و یا برنج برای 1 شخص. فقط به شکل غذا داده می شود، به شکل پول داده نمی شود. باید که به شکل غذا باشد. اما شما می توانید که پول را به یک سازمان بدهید، سازمانی که زکات الفطر را جمع آوری می نماید و آن را برای کسان بی نهایت فقیر و ضرورتمندان ببرد. این ممکن است، اما مستقیم پول دادن برای شخص فقیر قابل قبول نیست. شما می توانید که برای یک سازمان آن را بدهید، سازمانی که منظم باشد و ببیند که در وقت مناسب آن را برای مردم فقیر بدهد. زکات الفطر باید قبل از نماز عید داده شود و می شود که 2 روز قبل از نماز عید داده شود. به این معنا است که باید در جریان این 48 ساعت باید داده شود. حدیث است که می گوید در وقت صحابه آنها 2 روز قبل زکات را داده بودند. بنابراین در این 48 ساعت زکات الفطر باید داده شود و اگر شما آن را بعد از نماز عید بدهید قابل قبول نیست و آن من حیث صدقه یادی به حساب می رود، اما نه به حیث زکات الفطر. زکات فطر خاصتا برای پاکسازی روزه می باشد. این باید قبل از نماز عید داده شود. بنابراین آنهایی که به نهایت فقیر، به نهایت ضرورتمندان هستند، کسانی که هیچ توشه‌ای ندارند، حداقل در روز عید غذا داشته باشند. بنابراین آنها می تواند که یک عید راحت داشته باشند. این زکات فطر الزامی است و مثل که من قبل گفتم باید به شکل غذا داده شود و حد اکثر 48 ساعت قبل از نماز عید. ترجیحاً باید در جایی که زندگی می کنید زکات فطر داده شود. و اگر شما پول می دهید شما باید که محاسبه کنید که قیمت اجناس مورد نظر به چی مقدار است و آن را به یک سازمان بدهید که آن سازمان ببیند که قبل از نماز عید آن را برای اشخاص مناسب که به نهایت فقیر و به نهایت ضرورتمندند بدهد. Before the Eid Salah, they will give it to the right people who are extremely poor or extremely needy. So many dreams, in my life. I dream a lot of